لا قوة الله بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتزبية وأتم نعمته بالهداية الحيدرية. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي یا رحمان و یا رحیم. سلام خدمت تمام بیننده های عزیز که انشالله جور و سر حال خرم و خوشحال باشین و در هر گوشه و کنار جهان که هستین پر از خیر و پر از برکت، پر از رزق و پر از روزی باشین. خب ماه ذوالقعده هست. در این ماه پیامبر گرامی اسلام رو به امتان خود کرد و فرمود کی میخواهد در این ماه توبه کند. همهشان گفتند یا رسول الله ما هممون میخواهیم توبه کنیم. حضرت پیامبر گرامی اسلام فرمود در ماه ذوالقعده در روز یکشنبه غسل کنید و بعد 2 نماز 2 رکعتی که می شود 4 رکعت نماز. مانند نماز صبح فرقش اینجاست که در نماز صبح 2 رکعت نماز صبح نیت منی و در این میگی 2 رکعت نماز یک شنبه از ماه ذوالقعده را میخوانم قربتا الله الله اکبر. یک بار حمد را میخوانی و بعد از حمد 3 مرتبه سوره توحید یعنی سوره قل هو الله احد، بعد سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را یک مرتبه یک دفعه میخوانی. موری رکوع 2 سجده بحول الله گفته بال میشه بازم امیر میخوانی. حمد 1 مرتبه، سوره توحید را 3 مرتبه، قل اعوذ برب الفلق 1 مرتبه، قل اعوذ برب الناس را هم 1 مرتبه. روی دیست رکوع 2 سجده تشهد و سلام نماز. و در رکعت دوم یا در نماز دوم هم همین رقم میخوانیم مثل نماز اول. خب بعد از سلام که سلام نماز را میدی 70 مرتبه یعنی 4 رکعت نماز دیگه خلاص میشه 70 مرتبه میگی که استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. وقتی این تمام میشه بعدش چی میگی؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ایره که گفتی بعد چی میگی که یا عزیز و یا غفار و اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فانه لا یغفر الذنوب الا انت. امید ریز اگلین دعا هست امیره میخوانیم. باز ما بلدهشون میگیم یا عزیز و یا غفار و اغفر لی ذنوبی الا ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فانه لا یغفر الذنوب الا انت. امی دعا را میخوانیم. خب خداوند تبارک و تعالی در برابری از این نماز چیز میده. انسان وقتی این نماز را ادا مونن ندا از آسمان بلده عظیم میگه تمام گناهان تو بخشیده شده، توبه تو قبول شده و عمل خورم از سر از نو شروع کن و تمام اعمال های تم به درگاه خدا قبول میشه، گناهانت آمرزیده شد. خب و خوب دقت کنید این نماز بسیار اثرات زیاد داره. هر انسان اگر حق الناس در گردنش باشد اما صاحبان حق انسان را بخشش مونه و تیم و موقع مردن هم انسان با ایمان از دنیا موره. چون ما روایت داریم میگه در آخر زمان اگر هر بنده خدا با ایمان از دنیا موره ملائکه ها تعجب مونن که در این آخر زمان این آدم چطور با ایمان کامل از دنیا رفته. و دیگه چی است؟ پدر و مادر از این آدم هم از این چیز میشه راضی میشه. کوشش کنید این نماز را در روز یک شنبه در ماه ذوالقعده این نماز را ادا کنین و این نماز را بخوانین که بسیار بسیار ثوابی زیاد داره و بسیار عظمت های زیاد داره. وقتی نماز خواندین ما را هم از دعای خیر خوب فراموش نکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.